حضرت حیدری نسازی قصه نود ای خرجه نود که خواده بیامهی مریضه وابسته و 36 آسی براکس 8 بیامهی آقا دوستی دی نامه یوسف که خدا داد مریضه حضرت حیدری کی و شفایتی و میبودی رسید یه جو خط عزیز خود مرحوم فرماید در اول زمان یه سن وسیله کاغذ بیا صاحبان امیدگاهان حق نگاهدار وجود شریف مذکور شد دور از جان او امیدگاهی که خدا داد ناخوشی سگی دارد هرگاه به رحمت ایزدی پیوست اولا یقدریدن و گل کردن و شیون به حساب لحظه میدانم موقف کنید خلاصه به هیچ گونه بیرکانی نکنید طوری باشد هرچی بشود به علم از خوراکی هرچی حاصل می شود به عمل می آید حل بکنید در فاتحخانی آبگول به هم می رسد برنج ممکن نمی شود همه را موقف کرده واسه دارد کمترین بلکه صاحب بیاود زیاده دعاگوست کمترین سیبرگا خواسته کمترین و باوسته منستر تنهایی کمترین و باویان ایمه ریانیم، زیابانیم، بردابانیم خودپسنیم، هر یکی ها خودیم درویدیم بیرگو بلیگ نظریم ایکی جو کردی الف بلیکی بیا